ضمن بازدید رئیس ولایت توجه مسئولین را برای سری وقت انجام دادن کارهای ساختمانی و دقت دادن به صفت آن روانه نمود. طوری که مشاهده گردید در انشاءات مذکور کارهای ساختمانی به انجام رسیده، کارهای جزئی باقی مانده است. در کودکستان خصوصی تمام شرایط تعلیم و تربیت با نظرداشت طلبات امروز مهیا کرده می شود. در دیوتی زرحلال شهر سرافشان رئیس ولایت سوخت به مسئله آبادانی راههای ماشینگرد توجه نموده. در این زمینه دستور داد که در دایره کارهای سازندگی حالت راهها نیز بهتر و به خطری حرکت وسایل نقلیات تامین کرده شود. در دایره اعلام گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر سرافشان به مسئله تجدید و نوسازی راههای اهمیت محلی داشته دقت خاصه داده می شود. با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت نزدیک 2 کیلومتر و از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سرافشان در یک جایی با صاحبکاران 1.2 کیلومتر راههای ماشینگرد دیوتی زرحلال منفرش می گردد. رئیس ولایت سوخت به کارهای منفرش کنی آغاز بخشیده دستور داد که به صفت آن توجه روانه سازند. در این موضوع با سهم صاحبکار محلی انشاءات جشن قامت افروخته ایستاده است که آشانه یکمی آن برای مرکز سودا و آشانه‌های بعدی باشد. برای مهمانخانه پیش بینی شده است. انشاءات مذکور با طرح زیبا ساخته شده برای رشد ساحه سیاحی بنیاد می‌گردد. رئیس ولایت به اقدام صاحبکار بهای مناسب داده جهت وسعت کارهای ساختمانی دستور و مصلحت‌های ضروری داد. ضمن سفر کاری به شهر استرافشان رئیس ولایت سوخت با روند کارهای ساختمانی و آبادانی در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل شناس گردید. در کارخانه عدل برای کودکان یک چند نامگوی بازیچه‌ها از جمله ماشینچه‌های بچگانه، سه چرخه، عربچه‌های چهار چرخه و نوهای گوناگون ولسیپد دوچرخه استحصال کرده می شود. در این کارخانه از پلاستماسای مخصوص صفتناک محصولات با صفت و به خطر استحصال می گردد که سیر خریدار می باشد. رئیس ولایت اسناد شناسایی برای زیاد نمودن نامگوی محصولات، افزون نمودن حجم استحصال محصولات و تأسیس جایهای نوی کاری وظیفه‌گذاری نمود. مورد ذکر است که در پرتو دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامزاده رحمان در شهر استرافشان به رشد ساحه صنعت توجه خاصه ظاهر نموده بهر زیاد نمودن حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی، استحصال محصولات وارداتی وصل کننده و افزون نمودن حجم صادرات محصولات صنعتی تدبیرهای ضروری عملی می شود. در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل سیخ کارکرد پرتو فعالیت می کند که از آن اشیاء خام استحصال می شود. قبلا اشیاء خام از خارج کشور وارد کرده می شد. با مقصد عملی نمودن دستور سپرشی پیشوای ملت محترم امامزاده رحمان در سمت زیاد نمودن نامگوی محصولات وارداتی وصل کننده و با صادرات نگرانده شده در ولایت سوخت تدبیرهای سودمند عملی می‌گردد. سال روان در ولایت سوخت 120 عدد کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی بنیاد کرده می‌شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل در نقشه دارد که در آینده نزدیک فرمای چوروای کلان شاهدار را تأسیس و با این وسیله سمت فعالیتش را وسیع سازد. رشد ساحه کشاورزی امکان می‌دهد که امنیت رزق‌آوری تامین و بازارها با محصولات کشاورزی فراوان گردد. در شهر استرافشان با مقصد سورناک استفاده نمودن زمین کشاورزان و زمینداران صداقتمندانه مهنت میکنند. در جمعیت دیوتی زرحلال با تشبث 7 نفر سهامداران چاه عمودی کوفته شده روزهای نزدیک به استفاده داده می شود. رئیس ولایت سوخت اقدام کشاورزان این منطقه را خوش استقبال نمود، زیرا در نتیجه حالت آبرسانی 10 هکتار زمین بهتر و مردم با جای کار تامین می شوند. دهقانان این منطقه میگویند که در گذشته با سبب مشکلات نارسایی آب فلزی حاصل دلخواه به دست نمی آوردند. بعد کوفتن چاه عمودی در زمین‌های خود با مسئولیت بلند و امید و باوری مهنت میکنند. در جامعه دیوتی زرحلال رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده گلرخسار زاکر و را عیادت نمود. نامبرده معیوب بوده تحت غمخوری دولت حکومت قرار دارد. رئیس ولایت قید نمود که در عرفه جشن نوروز خبر گرفتن چنین شخصان نیازمند از فضیلت‌های نیک انسانی بوده در اساس سپرشی سرور دولت محترم امامزاده رحمان از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت همیشه چنین نفران عیادت کرده میشوند. با اویله گلرخسار زاکرova کمک‌های مادی دسترس کرده شد. مایرام قادرova ساکن جمعیت دیوتی زرحلال شهر سرافشان طوری بیش از 30 سال همچون کتابدار در ساحه کشاورزی فعالیت نموده. رئیس ولایت از حال و احوال نامبرده با خبر با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک نمود. عیادت شدگان پیش از همه و پرزیدنت مملکت مینه‌داری بیان نموده از این توجه و غمخوری خوشحال گردیدند.